دوستانی عزیزم، میخوام که همین کانال را برای شما شناس کنم. این کانال دسترخوانی زیبا نام دارد. در این کانال شما میتوانید که هر نماد خوراک های آسان برای صبحانه، خوراک های ترکی را یاد گیرید. این اپای ما بسیار خوراک های جالب میپزند. مرحمت اگر این کانال برای شما شبخوار تابد، در آمده ابونه شوید. من سلکش را در تای کامنتر میگذارم برای دستگیری شما. رحمت دوستانم. سلام علیکم دوستانم، امیدوارم که همه شما خوب و تنصیحت هستید. امروز من برای شما ولاغ سیامکا نکردم، برای که ندانستم که راستی چی سیامکا کنم. یکم چیز اینترسنی هم نیافتم برای سیامکا کردن. خواستم که یک دو روز فکر کنم که چی برای شما سیامکا کرده پردایم که شما در شوق‌آور باشد، جالب باشد. و امروز میخوام که برای شما یک نواری که از 8 ماهگی بچه جانم موندگی است برای شما پیشکش کنم که شما تماشا کنید. و اون نوار ما دهم در سیامکا کردگی بودم و من نمیدانم برای چی برای یوتیوب سیامکا نکردم و که برای خودم سیامکا کردگی موندگی بودم. و من هوای رو تیار میکنم برای شما میپردایم. اون روز باران بود و ما ما رفتیم مغازین برای لباس خرید. به نهایت باران بود، در بیرون ما جشن نگرفتیم. 8 ماهگیشه در خانه جشن گرفتیم. اینقدر ای مغازین میوه خریدیم، هر نماد و میوه هش کرده صورت گرفتم. بچه جانم خیلی با خودتان تماشا میکنید، میبینید. دوستانی عزیزم، امروز هوای ما به نهایت نقص، یکی شود ما بیرون میبرایم انشاءالله. و یک چند هفته دیگه مونده است، قریب 10 روز دیگه هم گویم میشود 9 ماهگی بچه جانم میشود انشاءالله که او را خوش رو کرده سیامکا میکنم برای شما. ما را دستگیری کنید دوستانم، ابونه شدن را فراموش نسازید. دستگیری شما پیشروی من است. مرحمت دوستانم، ویدیو را تماشا کنید. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی، بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی، بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان جان مادر. مادر برات بمیره قربانی خوام بنازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم. من علم سرایم با مهر و غم گساری، میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری. معنی زندگی می هم پاکتر ز ماهی، ای کاش که نبینم داغ تو را الهی.
ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشان